هر صبح من و زویا جان زمانی که جسور را به سمت مهد کودک میبریم با شور اشتیاق به سمت مهد کودک حرکت میکنیم. در راه با هم ورزش میکنیم و دویدن را به عنوان یک لحظه شاد و پر انرژی تجربه میکنیم. بعد از تحویل دادن جسور جان به مهد کودک، من و زویا دوباره برمیگردیم و در مسیر برگشت هم پر از نشاط و سرزندگی هست و همچنان در راه یک باغ کوچک با هوای دلنشین و صدای پرندگان و نمنم باران گهگاهی وجود دارد که آدم را وسوسه میکنه یک لحظه توقف بکنه و یک کمی بیشتر حرکت کنه. این حرکت های روزانه نه تنها برای جسم مفید است بلکه ذهن کودکان را هم سر حال و شاداب نگه می‌دارد. توصیه ما برای همه شما عزیزان این هست که هر روز ورزش